بهترین بازیکن تاریخ تیم ملی ایران کیه؟ سلام خوشی، خیلی خوش اومدی به اولین ویدیو بلند کانال من. این ویدیو از چه قراره؟ این ویدیو قراره به تو 10 تا از بهترین بازیکنان تیم ملی کشور تو نشون بده. پس بی معطلی لایک و ساب فراموشت نشه. بریم سراغ ویدیو. شماره 10 جواد نکونا، حضور در تیم ملی از سال 2000 تا 2014 و 151 بازی ملی برای تیم ایران و 35 گل. شماره 9 حسن روشن، حضور در تیم ملی از سال 1974 تا 1908، تعداد بازی 48 تا بوده و 13 گل برای تیم ملی زده. شماره 8 احمدرضا عابدزاده، گلری که هر فوتبالی اونو میشناسه، از سال 1988 تا 1998 در تیم ملی بوده و 79 بازی ملی انجام. شماره 7 اسطوره استقلالی ها ناصر حجازی، کسی که هرگز اسمش از ذهن فوتبالی ها پاک نمیشه. این بازیکن از سال 1968 تا 1980 در تیم ملی بوده و 62 بازی ملی انجام داده. شماره 6 کریم باقری، این بازیکن از سال 1993 تا 2010 87 بازی ملی انجام داده و 50 گل زد. شماره 5 خداداد عزیزی، کسی که همه ما اون رو به یاد بازی ایران و استرالیا داریم. این بازیکن از سال 1992 تا 2006 47 بازی ملی انجام داده و 11 گل به ثمر رسونده. شماره 4 علی پروین، چهره محبوب این روزای فضای مجازی. این بازیکن از سال 1970 تا 1980 76 بازی ملی انجام داده و 8 گل زده. شماره 3 مهدی مهدوی‌کیا، این بازیکن از سال 1996 تا 2009 111 بازی ملی انجام داده و 13 گل زده. شماره 2 علی کریمی، این بازیکن از سال 1998 تا 2013 127 بازی ملی انجام داده و 38 گل زده. و اما رتبه 1 کسی نیست جز علی دایی. این بازیکن سال 1993 تا 2006 149 بازی انجام داده و 109 گل زده و با این 109 گل رتبه 3 بیشترین گل ملی در جهان رو برای خودش کرده. خب قلب من، امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشی و به اطلاعاتت اضافه شده باشی. پس زنگوله کانال ما رو بزن تا وقتی ما ویدیو گذاشتیم فوراً بیای ویدیوهای ما رو ببینید. فعلا تا ویدیوهای بعد، بای بای.